خب درود خدمت دوستان عزیزم، همراهان گرامی کانال فارکس آموز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزیزانی که به دنبال یه سیستم اسکرپ یا حالا بلند مدتی هستن که وین ریت خوبی داشته باشه و این وین ریت توی زمان زیادی جوابگو باشه. همطور که میدونید خیلیاتون بعضی از سیستم‌ها 1 ماه، 2 ماه، 3 ماهه و حالا کمتر یا بیشتر از بین میرن و دیگه می‌بینیم موقعیت ایجاد نمیشه یا اون وین ریت خوبو ندارن. این سیستمی که اینجا میخوام حالا توی کانال بهتون آموزش بدم کیفیت خیلی خیلی خوبی داره و توی بلند مدت چندین ساله دارم تستش میکنم و وین ریت و برایندش همیشه بالا بوده. تقریبا 1 ماهی هم هست که تک به تک سیگنالاشو با استاپ و تیپی و نتیجه دارم براتون داخل کانال میذارم تا توی بلند مدت شما هم با استفاده از سیگنال ها این سیستم رو بسنجین. همطور که میدونید تا الان 33 سیگنال ارسال شده. از این 33 سیگنال 24 سیگنالش سود شده و فقط 7 ضرر داشتیم و 2 ریسک فری، که حالا این سیگنال ها تازه از طرف من به بدترین شکل ممکن اجرا شد، چون من تایمم کمه و در روز از 10 تا سیگنال شاید 1 2 3 تاشو ارسال کنم. بعضی وقتا میبینید توی همون 1 2 3 تا یک دونه ضرر میشه و یه مقدار تازه توی کانال برایندمون اومده پایین، در صورتی که خیلی خیلی کیفیت بهتر از اینی داره استراتژی و میتونید بیاید داخل کانال مراجعه کنید و دونه به دونه سیگنال هاشو بررسی کنید که کیفیتش به چه صورت بود. عزیزانی که تمایل دارن به یادگیری این استراتژی میتونن داخل کانال تلگرام مراجعه کنن و با من در ارتباط باشن. این استراتژی هیچ محدودیتی نداره، تایم فرم 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 دقیقه، تمام نمادها قابل اجرا هستش و از تقریبا 9 صبح تا 10 شب هم میتونید بپردازید به موقعیت یابی. در کنار این ما یه گروهی هم راه اندازی کردیم. دوستانی که این سیستم ها آموزش میبینن توی گروه عضو میشن، بنده تمام موقعیت ها، نکات، آموزش ها رو داخل گروه میفرستم و با بچه هایی که حالا سیستم آموزش دیدن موقعیت ها رو بررسی میکنیم تا بتونیم برسیم به بهترین وین ریت و برایند. برای اینکه حالا بدونید سیستم کلیت کارش چطوریه میتونید داخل کانال عضو بشید، سیگنالاشو بررسی کنید، نکاتی که گذاشتم رو بررسی کنید. امروز هم تقریبا فکر می‌کنم یه سیگنال ارسال شده تا اینجا که این سیگنال پونیوسی همطور که می‌بینید با استراتژی سیگنالمون ارسال شد و اینطوری تیپی خودش رو تاچ کرد. داخل کانال عضو بشید، مطالب رو مرور کنید. برای آموزش و یادگیری این استراتژی هم میتونید با من توی کانال تلگرام در ارتباط باشید.